سلام هموطنان عزیز و گرامی. ما شهروندان جمهوری تاجیکستان در شهر استانبول ترکیه و چندین کشورهای دیگری جهان گردی هم آمدیم تا از قانون شکنی ها و ظلم بیپایانی بعضی منصبداران تاجیک اعتراض کنیم و صدای دل خود را به گوش آنها و گوش جامعه بین الملل برسانیم تا آنها بدانند مردم تاجیک در کدام حال است و به کدام سمت روانند. ما با این راه مصالحت آمیز میخواهیم وادار بسازیم که مسئولین ما بار در فکر ملت باشند و از پی رفع این همه کمبودی ها گردند. در این گردی همایی مسئله های داغ ملی از قبیل قانون شکنی ها، محبوسان سیاسی، نبودن برق و غیره ها. چرا در یک وطن آزاد که به نام دموکراسی است همه وطن دوستان و دلسوزان وطن را به خاطر گفتن سخن حق یا دفاع از عدالت پس پنجره می سازند با همه تهمت و بهتان های بی اساس. و یکی از مشکلی های داغ امروز که فصل سرما فرا رسیده است این نبودن برق است. در وطنی که فراوان از آب و امکانیت ها برای تولید برق است ولی مردم تاجیک برق ندارد. حکومت ما برق را به کشورهای دیگر با نرخ گرانتر برای پر کردن خزانه خود می‌فروشند. مردم از شما چندان طلب زیاد ندارد. یگان چیزی غیر عادی و نشنیدنی نمی‌خواهد. تنها آنها می‌خواهند همین قانون‌هایی که در وطن داریم به طور واقعی عملی کردند. نه چنانه که امروزها با نام قانون و دموکراسی مردم را غلام خود کرده اید. در ماده یکی باب اولی سرقانون جمهوری تاجیکستان آمده است. جمهوری تاجیکستان دولت صاحب اختیار، حقوق بنیاد، دموکراسی، دنیوی و یگانه می باشد. تاجیکستان دولت اجتماعی بوده برای هر یک شخص شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه را فراهم می آورد. این یکی از قانون‌های اساسی و زیربنای حاکمیت جمهوری تاجیکستان به حساب می رود یا به طور دیگر فوندامنت حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. ولی همگان می دانند که این قانونی خیلی مهم به طور دغلانه پایمال شده است و پیش دولتداران ما اصلا ارزش ندارد. آن هم در اول سرقانون جایگیر است. چی رسد به قانونهای بعدی؟ ما وقت دعوا داریم که ما در دولت حقوق بنیاد زندگی داریم باید به قانون و حقوق مردم احترام قائل شد، نه اینکه حامیان حقوق و حقوق شناسان را با بهانه ها و تهمت ها پس پنجره کرد. در وطنی که قانون برای همه برابر نیست چگونه میتوان گفت که ما در دولت حقوق بنیاد زندگی داریم؟ و این چنین وقتی میگوییم که در دولت به نام دموکراسی زندگی داریم اصلا باوری کسی نمی آید. در وطنی که چی گفتن، چی خوردن، کجا رفتن، چی پوشیدن و چی خواندن همه زندگی مردم را تحت اداره خود گرفتند و قانون و قاعده های به تبع دل خود برآوردند. حتی نام گذاشتن فرزندان را که وظیفه یک پدر و مادر است این را نه دموکراسی بلکه غلامداری میگویند. تا کی با نام قانون و دموکراسی مردم را غلام خود میکنید؟ مسئله آخری که میخواهم ذکر کنم این دنیویت است. وقتی ما میگوییم که دولت دنیویه، از دنیویت ما تنها سر و لباس و رقص و بازی را دریافتیم، نه دنیویتی که دیگران تصور میکنند. در وطنی که جای کاری مناسب برای اهالی خود ندارند، در وطنی که 23 سال است که برق ندارد، چگونه میتوان گفت که این دولت دنیوی است؟ همه روشنفکران و دانشمندان از تاجیکستان فرار میکنند. وقتی شخصا من خودم برای دریافت کردن فانوس به خیابانهای این کشور رفتم از هر کسی پرسان میکردم که از کجا فانوس پیدا کنیم. جوانانی از 35 پایان اصلا تصور نمیکردند که فانوس یعنی چی. تنها پیرانسالان ما را راهنمایی کردند تا از یک کهنه بازار پیدا کردیم. وقتی با سوداگر هم صحبت شدم سوداگر از من سوال کرد که فانوس را چی خواهید کرد؟ آیا شما میخواهید فیلم تاریخی ثبت کنید؟
من از شرم گفتم بله، ولی این شرم رو باید حکومتداران ما بدانند، نه ملت تاجیک، نه فرزندان این ملت. تا کی شرمندگی شما رو ملت بکشد؟ پستی و ذلیلی که شما دارید بار آن را ملت بردارد. و دیگر نقطه مهمی که از سخن این سوداگر برمی آید، وقتی او پرسید که شما فیلم تاریخی ثبت میکنید، پس این معنا دارد که مردم تاجیک در خواب تاریخی فرو رفتند. ما به مثل پیشین غلامانه زندگی داریم. به فرق از غلامان پیشین که غلامان پیشین رو در دست و پا زنجیر زده بودند، امروز زنجیر رو در ناموس و غیرت این ملت زدند. ای هموطنان عزیز، از این خواب گران برخیزید، خود قضاوت کنید که به کجا روانید. فردا همه فرزندان شما از گریبان شما خواهند گرفت که چرا به ما غلامی را آموزاندید، نه سربلندی و آزادگی را. اینها مردم را با جنگ های شهروندی و مصیبت های تاریخی می ترسانند، ولی ما جوانان این جنگ را ندیدیم. از زبان شما بزرگان فهمیدیم که چنین یک جنگ شهروندی بود و متاسفانه 150,000 فرزند این ملت شهید شد. روحشان شاد بود. ولی بار فکر کردید که این همه فرزندان این ملت برای چی شهید شدند؟ برای آنکه این ملت به این روز برسد؟ نه، هرگز نه. آنها برای آن شهید شدند، آنها برای آن جان خود را دادند که از غلامی رها یابند و ملت تاجیک طبق دین و آیین و فرهنگ خود زندگی کند، نه غلامانه، نه به خواست دل یک گروه یا یک نفر. چنانه که از سخن بزرگان برمی آید، در سالهای جنگ شهروندی زمان صلح 500,000 مهاجر داشتیم در بیرون. آن هم بعد از امضا گذاشتن سازشنامه صلح از جانب سید عبدالله نوری و رئیس جمهوری حاضره 500,000 به وطن برگردانیده شد. ولی شما بعد از برگردانیدن این 500,000 امروز ما زیاده از 2 میلیون مهاجر در بیرون از وطن داریم. شما بار فکر کردید که چرا در آن همه روزهای مدهش و بدبختی تنها 500,000 نفر مهاجرت را به گردن گرفتند، ولی امروز زیاده از 2.5 میلیون اهالی وطن، فرزندان این ملت، در غلامی و در بدری و هر سال زیاده از 1000 تابوت فرزند تاجیک به وطن برگردانیده می شود. ولی این پدر ملت غم ندارد. مگر می شود که زیاده از 1000 تابوت فرزندش رو بیارند و پدر غم نداشته باشد؟ مگر می شود که پدر فرزندانش را به غلامی بفرستد؟ مگر می شود که پدر در جای نرم و گرم باشد و فرزندانش را در خنکی و سرما رها کند؟ آیا می شود که پیشوای ملت زمین ملت را بفروشد؟ آیا می شود که پیشوای ملت آبروی ملت را بفروشد؟ این را من تنها یک پیشوای خودخوانده بیش نمیدونم. آن هم برای جواب نگفتن نزد قانون در آینده است. وگرنه تا امروز مگر پیشوای ملت نبود؟ مگر پدری ملت نبود؟ با یک نام گذاشتن چیز دیگر نمی شود. ولی این همه طرح قانون برای دخل ناپذیری گرفتن و برای از جوابگری گریختن در آینده است که برای عملهایشان جوابگو نباشند. این قانونی که اخیر قبول کرده شد ضد همه گونه قانونهای دموکراتی می باشد. از آن جمله رئیس جمهوری تاجیکستان کفیل حقوق کانستیتوسیونی مردم است. چگونه می توان که خود کفیل بود ولی همه قانونها را زیر پا کنی؟